سلام السلام علیکم میگویی یا سلام؟ السلام علیکم داملای عزیز، آیا در سلام السلام علیکم میگویی یا سلام علیکم؟ یعنی برادر سوال کرده است که آیا السلام علیکم گوییم سلام علیکم گوییم؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان عبدالله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر؟ پیغمبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام گفتند همین است که اولا طعام بر اهل مسکین ها دهی، این که سلام دهی بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. کسی را میشناسی نمیشناسی برای تو فرقی ندارد، باید که تو السلام علیکم بر او کس چکار کنی؟ روانه کنی. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال عشر. یک مرد آمد پیش پیغمبر خدا و گفت السلام علیکم. بعد از آن پیغمبر جواب دادند و علیکم السلام و اون مرد نشست. پیغمبر گفت عشر 10 بر تو. ثم جاء آخر، بعد از آن یک مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله. یک رحمت الله زیاد کرد. فرد علیه فجلس فقال 20. پیغمبر خدا گفتند نشین برادر، گفتند جواب سلام بر او دادن و گفتند بر تو 20 بار. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرد جلس فقال 30. پیغمبر گفتند 30 بر تو بار. یک مرد آمد گفت السلام علیکم. پیغمبر گفت این 10 ثواب گرفت. مرد دیگر آمد السلام علیکم و رحمت الله گفت. پیغمبر گفت این 20 ثواب گرفت. شخص سوم آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر گفت این 30 ثواب نائل شد. بهترین سلام همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا رحمت و درود و برکات در حق جان تو گفته با یک برادر وقتی سلام میکنیم این در ما و شما 30 ثواب چکار میکنیم؟ نائل میکردیم. لیکن سلام علیکمش این اونقدر یعنی مشروع نشده است. بهترینش همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این در ما و شما سلام خیلی زیاده، یعنی ثواب خیلی زیاده نائل میگردیم. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. پیغمبر گفتند بهترین شما شخصی است که اول سلام دهد. کسی که اول سلام میدهد این معنای او را دارد که این انسان کبر خودش شکستگی است. یعنی بسیاری آدمی هست که میایستد که تا که او را سلام دهند. یک پیغمبر گفتند بهترین شما همان کسی است که باید که اولا سلام دهد. خواه خرد باشد خواه کلان، خواه وظیفه دارد خواه بی پول است خواه با پول است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابتدا کنیم. انشاءالله ما و شما ثواب زیاد بگیریم. 10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است یک کسی میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. با ذکر مشغول باشید. چهارمش نه ذکر کرده ایستادم سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس به وی سلام ندهد. کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست. و وقتی خانه‌داری یعنی یک آدم
کتاب آورده است، یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این می شود. و وقتی بول و براز، یعنی آدم وقتی در حاجت خانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجت خانه درآید وی را در حاجت خانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهکار است. دهم، به وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهکار می شود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کدم یا دست میگیره سلام میکنه. این سلام جایز نیست. وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است، همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که با پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریق سلام. السلام علیکم دامنای محترم، آیا در یگان کتاب خبری آمده است؟ افیون در قرآن، افیون حرام است. انما الخمر، خدا در قرآن میگوید خمر حرام است. الخمر ما خامر العقل، یعنی چیزی که عقل آدم اگر میپوشاند، کسی عقل، یعنی چیزی که عقل آدم میپوشاند، چی افیون باشد، چی ناس باشد، چی سیگاریتش باشد، چی عرقش باشد، چی گرینش باشد، چیزی که عقل آدم میپوشاند، این چی است؟ این خمر است خودش، این افیون است. در کتاب خلاصه، فتوای خلاصه مشکات، آسان ترینش همین است که آدم در وقت مردن کلمه شهادت فراموش می شود. این از این در ضرر کلان هست دیگر. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، ما از شما یک سوال داریم. من خود تجارتکار هستم، از بانک سوم بگیرم فائز قطعی چه خیل میشود و ما میفهمیم؟ البته فائز حرام است، چه از بانک میگیری چه از دست یک نامسلمان دیگر میگیری، که امروز بسیاری از برادرای ما و شما فعلی همون یهودی ها را یاد گرفتن، قرض حسنه را فراموش کردن، یعنی قرض ثواب را فراموش کردن، برادری را بریدن، نابود کردن. فقط همون چی آدمی نباشد، چی مصیبتش میاد بیچاره را، چی برای یک بهبودی کارش پیش کسی میره تا 10% نتی پول برایت نیست، او فکر نمیکند که این 10% که تو میگیری آخه این برای تو حرام است. تو وقتی حرام میخوری تو وارد دوزخ میگردی، جایز نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوالهای مرا ساده کرده فهمانید. اگر خواب بینی که پدر و مادرت قضا کرده باشد چه حال دارد؟ ما از آنها میشنویم که عمرشان دراز میشود. بابای داملا، ما از آنها میشنویم که خواب بینی پریدسته باشی گناهانت میریزد. ما از شما خواهش میکنم جواب. من تعبیر خواب نمیکنم که مثال تو از کدام زن چیزی میشنوی نمیشنوی، یعنی تعبیر خواب پدرت میمرد مادرت میمرد، تا مردن حق است آخه دیگر عمری و دراز میشود نمیشود، این به تقدیر خداوندی وابسته است. من مثال تعبیر خواب کردن نمیتونم. السلام علیکم داملای خوشزبان، التماس میکنم که از تگ دل شما دعا کنید چی مراد و مقصود باشد، مراد و مقصودم حاصل شود. داملای عزیز، این برادر چی مراد داشته باشد، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه اگر مرادش مطلوبش نیک باشد، به فایده جمعیت و به فایده اسلام باشد، خدای حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم سادی عزیز، آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمود بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کنند. دوم، فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. سیوم، بوسه ای که هست این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل.
پنجم بوسه، این بوسه مرد زن را از دهانش میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمود بوسه است، میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها، دیگر یعنی زایل هایی که بوسه ها هستند از اونها استفاده نکنین که گناهکار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز، از شما و از مردم مسجد اولا معذرت و بخشش از این سوال من، لکن برای من دانستن این ضرور است. بسیار توجه کنین. من خودم به این مسئله گرفتارم. زن را برای خانه‌داری طلب میکنی، نمیخواهد و نمیماند، غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا آیا با مجبور رسیدن زن حلالی خود جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردند که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانه‌داری کنیم، زنها نمیگذارند که با آنها خانه‌داری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم. باور کنید میگه